به گنجش گفتند بنویس عقابی پریده، عقابی فقط دانه از دست خورشید چیده، عقابی دلش آسمان بالش از باد، به خاک و زمین تن نداد. و گنجشک کوچک همین جمله ها را نوشت و هی صفحه صفحه، هی سطر سطر، چه خوشخط و خوانا نوشت. و معلم هر روز دفتر مشق او را ورق زد و هر روز گفت آفرین، چه شاگرد خوبی. همین. ولی بچه گنجشک یک روز با خودش فکر کرد برای من این آفرین ها که بس نیست. سؤال من این است چرا آسمان خالی افتاده آنجا؟ برای عقابی شدن چرا هیچ کس نیست؟ چقدر از عقابی پرید فقط رونویسی کنی، چقدر آسمان خط خطی بال خاکی برای رهایی از این صفحه ها نیست راهی؟ گنجشک کوچک پرید به آن دورها، به آنجا که انگشت هر شاخه‌ای رو به اوست، به آن نورها، و هی دور و هی دور و هی دورتر، و از هر عقابی که گفتند مغرورتر. گنجشک شد نقطه‌ای، نه در آخر صفحه در دفتر این و آن، که بر صورت آسمان میان دو ابروی رنگین کمان.